درود. حالتون چطوره؟ امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. پریسا هستم. خوش اومدید به چنل پریفان میوزیک. درود بر نگاه مهربونتون. بندم که سینا هستم. ما برگشتیم با حسنوف جان عزیز. کی بهتر از حسنوف برای این لحظه که بریم با هم بشنویم و لذت ببریم. شما هم با ما تا انتها همراه باشید. حاضرید؟ چه پیچ در پیچه. برات آشنا نبود استارتش؟ آفرین. چرا؟ من می‌خواستم بگم ما یه آهنگو شنیدیم. ولی نه با این ورژن. انقدر این قشنگه که آدم دلش میخواد 1000 تا ورژن داشته باشه هی بشنوه. بچه جای قشنگی رفته. همیشه جای قشنگ میره. دیگه حرف نمیزنم. خوب میخونه. از فاصله ها نامی تو را میگیرم میمیرم. من از هزار ستاره ها عکسی تو را روی ماه میبینم. من از هزار فاصله ها نامی تو را میگیرم میمیرم. من از هزار ستاره ها عکسی تو را روی ماه. در دل جا خیری تو کسی نیست. اینجا از کسی نیست. منزل کسی نیست. چشما جز تو در کسی نیست. مثلش در کسی نیست. چشمانی غرق و مهر و وفا. هستی تو ما را یگانه. هست جهانی ایش نشانه. چون کتابی پاره پاره. هستی تو دویم کنارم. هستنای من بذارم. خیلی تو کسی ندارم. من از هزار فاصله ها نامی تو رو میگیرم میمیرم. من از هزار ستاره ها عکسی تو رو روی ماه میبینم. من از هزار فاصله ها نامی تو رو میگیرم میمیرم. من از هزار ستاره ها عکسی تو رو روی ماه میبینم. تقدیم با عشق. متشکرم. میوانی ما و تو فاصله ها رو نمیمانن. منو تو را من میخواهم. همین زمان همین حالا. من شبم و تو ستاره. من ردیف و تو مغاره. خدا دارد نظارت. هستی توی ما که هستیم سوختمون ولی نشکستیم. رشته آرامو کن و بستیم. واه خیلی خاصه. خیلی دوست داشتنیه و من هر وقت این حسنوف جان رو میبینم یاد داداشم سروش میفته. آره یه شباهت به سروش داره. شباهت بسیار زیاده هم به خاطر قد بلندش به پسردایی من داره. محمد نه؟ حسن جان حالت صورت استخونی شده. اینجا رو من از هزار فاصله ها نامی تو را میگیرم میمیرم. من از هزار ستاره ها عکسی تو را روی ما میبینم. من از هزار فاصله ها نامی تو را میگیرم میمیرم. من از هزار ستاره ها عکسی تو را روی ما میبینم. عکسی تو را روی ما میبینم. خیلی خاصه. خیلی خاصه. خیلی صدای عجیب و غریبی داره. خیلی مدل خواندنش هم عجیب و غریبه. و انقدر یه جوری توی این زیر پوستت حرکت میکنه این انرژیایی که میده که انگار یه جمله میگن که انگار زیر پوستت آب دویده. چه ربطی؟ هیچ ربطی نداشت. میخوام بگم صداش از بهشت اومده. آها یه صدای بهشتی داره. اون یه داستان دیگه است. این یه داستان دیگه است ولی واقعا بی‌نظیره و خیلی قشنگ.
تا الان خیلی هنرمندان از قدیم موسیقی چی میگن بزرگی داشته تاجیکستان. ما هم کلیشو شنیدیم، حتی قدیمی‌ها هم داریم کم کم میشنویم هی، ولی واقعا خاص‌ترین تأثیر رو تا حالا بین هنرمندا حسن‌آف جان رو گذاشت. عاشقتیم، خیلی خیلی دوست داریم. به امید دیدارتون زود برمیگردیم خدمت. قربون شکل ماهتون باش به کلاتون تا این موزیک دیگه. خدا نگهبان.